یورودافت یک سازمان تحقیقاتی شویتزاریا در گزارش مفصل 41 صفحه‌ای که روز 27 اپریل سال 2023 نشر شد گفته است یک گروه رهنگران جاسوسی روس با نام هشت‌پای کوچمنچی از سال 2020 به این طرف توسط یک شرکت تلفنی تاجیکستان به شمار زیاد کامپیوترها در این جمهوری از جمله به کامپیوترهای چندین منصبدار بلندپایه تاجیک روی یافته از این کامپیوترها معلومات می‌دزدیدند. مؤلفان گزارش اسم این منصبداران بلندپایه تاجیک را نیز نشر کردند. خدایارزاده آن وقت وزیر نقلیات تاجیکستان، امیرخان قربانزاده معاون رئیس ولایت ختلان، حالا معاون شهردار دوشنبه، رحمانزاده سید نقش حکیم، گنرال مایور میلیسیا، معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، عبدالعزیز شریفی، رئیس شعبه کشورهای مشترک المنافع در دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، بابیشاه خالزاده، سردار سابق ریاست کشاورزی و حفظ محیط دستگاه ریاست جمهوری، حالا رئیس ناحیه فیض‌آباد. در گزارش گفته می شود که رهنگران یا هکرها از گروه هشت‌پای کوچمنچه توسط معرکه با نام قندوز به شمار فراوان کامپیوترها، مسنجرها و دیگر شبکه‌های معلوماتی را در تاجیکستان رهن کرده از میان آنها کامپیوترها و پیام‌رسان‌های برای این رهنگران ارزشمند اساساً وسایل مربوط به منصبداران بلندپایه را جدا می‌کردند و از داخل آنها معلومات موجوده از جمله مکاتبه‌ها و نام‌های رسمی را می‌دزدیدند. این معلومات‌ها بعداً به چه مقصد استفاده می‌شدند در گزارش گفته نشده است. مقامات تاجیکستان از جمله آن منصبدارانی که گفته می‌شوند کامپیوترهایشان رخنه و معلومات داخل آن دزدیده شده است تا کنون این گزارش مرکز تحقیقات شویتزاریا را شرح ندادند. مؤلفان گزارش معرکه قندوز را نمونه از قضیه‌های جاسوسی دنیای معاصر نامیده نوشتند که این قضیه و تهدیدهای دیگر نشان می‌دهند که فضای اینترنتی به یک عرصه نو جنگ‌های معاصر تبدیل می‌یابد. از جمله به این نقطه اشاره شده است که این معرکه نشان می‌دهد که حالا برای انجام فعالیت‌های جاسوسی مسافت دیگر نقش مهمی بازی نمی‌کند و جاسوسان می‌توانند بدون ورود به قلمرو کشورها از مسافه‌های خیلی دور توسط اینترنت کار خود را بکنند. در مثال تاجیکستان مؤلفان نوشتند که از بس که در این کشور مکاتبه‌های رسمی و اینترنتی اساساً به زبان روسی و توسط شبکه‌های روسی صورت می‌گیرد، این کار رهنگران از گروه جاسوسی روسی برای یافتن آنها به مخزن معلومات‌های منصبداران تاجیک را خیلی آسان‌تر کرده است. به عقیده مؤلفان راه یافتن به مخزن معلومات منصبداران و خدمات اجتماعی در تاجیکستان به رهنگران از هشت‌پای کوچمنچه امکان می‌دهد که معلومات محرمانه از منبع‌های مهم را به دست آورده تحولات را در تاجیکستان زیر نظارت نگاه بدارند. در گزارش شرکت شویتزاری، تاجیکستان یک کشور از لحاظ هم جغرافی و هم سیاسی به روسیه خیلی نزدیک ارزیابی شده است، ولی گفته می شود که رهنگران از هشت‌پای کوچمنچه تا از بالای خودها نیز همیشه نظارت میبرند.